ایون رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان باز یک اقدام نجیبانه را پیش گرفته از طریق رادیو به گریزه های اجباری تاجیک مراجعت کرده ذکر نمود که تا امروز 530,000 نفر گریزگان به جای مقیمی خود برگشتند. برادران و خواهران دور از وطن، شما را خانه‌تان، زمینتان، باغتان، مکتبتان و خویشاوندان و نزدیکانتان انتظارند. تاجیکستان و خاک اجدادی شما را انتظار است. می‌دانم سرزمین افغان برای شما نشیمنگاه است، ولی یاد دارید خاک وطن از تخت سلیمان خوشتر. در نتیجه چنین تاکید و دعوت‌های سرشار از مهر و شفقت و صداقت و غمخواری‌های صمیمی سردار دولت تا سنه 13 ایونی سال 1993 بیش از 12,000 فراریان دیگر از افغانستان به وطن برگشتند. روز 13